خب به نظرت از قدیم تا الان سربازی ها چجوری شده؟ چه فرقی کرده؟ آسون شده، خیلی آسان خیلی شده. آسون. مثل زمان من مثلا 96 رفتم، خب با تو باز خیلی ساده تره. من 05 کرمان بودم، بعد کلا وقتی ما میرفتیم ما رو میترسوندن، میگفتن سردر 05 کرمان یه عکس- خروسه که داره آه. تخم میذاره، من یه چیزی عکس شنیدم. خروسه. خب بعد میگفتن یعنی کارتون میکنن که خروس تخم میذاره، خروس تخم بذاره. یعنی خیلی سخته. من شنیده بودم که یه ورودیش یه خر زدن، خب خروجیش آدم زدن. آها این فکر کنم بوده، نمیدونم کنم. چرا هست. ما رفتی اصلا همونم نبود، خروس هم نبودم نبود، نه همه شایعه داستان، ولی سخت پراکنی. میگرفتن. داستان پخش کن بودن. بعد آره سخت بوده.